اگر بگویم که یک معلم شاگردان خود در یک محله کاملا فقیرنشین به ستاره تبدیل کرد، باور میکنید؟ حالا گوش کنید. سال 1980 جیمی اسکالانته در یک محله کاملا فقیرنشین لس آنجلس شاگردان خود به ستاره تبدیل کرد. چطور؟ گوش کنید. او با بروز کردن دانش حرفه‌ای خود و با آپدیت دانش فنی خود، یعنی با مطالعه کردن در ارتباط به روش‌های مختلف تدریس، رفتارهای یک معلم، اخلاق حرفه‌ای یک معلم و همچنین در ارتباط به همون رشته خود، باعث شد که شاگردان او در المپیاد ریاضی همانند ستاره بدرخشند. یعنی چی؟ معلمی گرامی، یعنی مطالعات یک معلم در ارتباط به حرفه و در ارتباط به رشته او باعث موفقیت دانش آموزانی او میشه. یعنی استعدادهای نهفته دانش آموزانی او را کشف میکنه. این را علم هم ثابت میکنه، تحقیقات هم ثابت میکنه. گوش کنید. اگر تحقیقات دانشگاه استنفورد شما مطالعه کنید، این ادعا میکنه که دانشی حرفه‌ای معلمان، یعنی به اصطلاح عامیانه تر یک معلمی حرفه‌ای و هموت یک معلمی لایق و تیت چه کار میشه؟ باعث میشه که 25% بالای موفقیت دانش آموزان تأثیر بگذاره. یعنی اینکه یک معلمی حرفه‌ای رشد و موفقیت دانش آموزان خود رو 25% تضمین میکنه. این یعنی خیلی حرف بزرگی. من مطمئن هستم که از این معلمان، همانند جیمی اسکالانته، در سرتاسر افغانستان هزاران تا وجود داره، ولی کمه. معلمانی همانند جیمی اسکالانته در افغانستان کمه و این معلمان باید زیاد بشن و باید همه معلمان همانند جیمی اسکالانته و بهتر از جیمی اسکالانته بشن، مخصوصا با این ابزارها و موارد به تکنولوژی فعلی. شما اگر یک معلم هستین که با دانش حرفه‌ای خود و با بروز دانش فنی خود، یعنی همیشه در حال مطالعه هستین که چطور یک معلم خوب و لایق باشین، آفرین به شما میگم. و اگر همکارانی دارین که از این موارد غفلت میکنن، لطفاً آنها را با فرستادن این ویدیو تشویق بکنین. و اگر شما هم غیر معلم هستین، لطفاً شغل معلمی را شغل خیلی محترمانه و عالی بدانید. و اگر نزدیکان شما معلم هستن، همیشه با هدیه دادن و با کمترین چیزی که هست با